بیننده های عزیز، با جناب آقای حمید عزیزی استاد دانشگاه اقتصاددان، حالا اگر بگم جامع الکمالات کم گفتم. خوش آمدید، وقتتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بیننده های عزیز ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و انشالله که یک صبح بسیار پر انرژی و پربار را شروع کرده باشین. تشکر میکنم از لطف و بزرگواری شما. در خدمت شما هستم. بیننده های عزیز، چون وقت هم کم هست، به 40 مورد از این که میخوایم در رابطه با علم فضانوردی و ارتباطش با قرآن کریم با جناب استاد عزیزی صحبت بکنیم، فقط به موارد گلچین از این مطالب میپردازیم و میخوایم سوال ابتدایی را از این مطرح بکنیم جناب آقای عزیزی که آیا علم فضانوردی در قرآن کریم وجود دارد یا خیر؟ خدمت شما عرض کنم که قرآن کتابی است که همه علوم در آن چه به صورت اشاره و چه به صورت مستقیم بیان شده است. تبیانا لکل شیء است. پس بنابراین هر چیزی باید در قرآن وجود داشته باشه. شاید برای خیلی از بیننده های عزیز جای تعجب باشه، مثلا بگن موبایل در قرآن چطور آمده باشه؟ موبایل که جز اختراعات امروز است، ولی یکی از جنبه های معجزه قرآن اینمی است که حتی در مورد اتفاقات آینده هم صحبت کرده و ما یک بخشی از اونها را امروز کشف میکنیم و علم به اونها پی میبره. و اینطور نیست که قرآن آمده باشه مثل یک کتاب درسی واره که به ما اینا را دانه دانه مثلا مطالب علمی رو بگه، بلکه داره مطالب انسان ساز و مطالب بنیه و اصلی رو میگه و در کنارش یک مگان معجزات خود از مطالب مختلف هم بیان میکنه تا اینکه بشر پیوسته در دوره‌های مختلف بداند که این قرآن کلام مافوق بشر است، یعنی کلام خداوند است و برای هر دوره اثبات و دلیلی برای همه انسان ها داشته باشه. من میخوایم با اجازه شما نمونه های از این موارد عرض کنم. اولی که آیا در قرآن اشاره شده که انسان روزی به فضا میره یا نه؟ بله. سوره مبارکه الرحمن آیه 33 تا 37 اگر بخونین، آیه به این شکل میگه که بسم الله الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا. ای جن و انس، اگر میتونین بالا برین، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، از قطرها و از سیارهای آسمان بالا برین. بعد میگه لا تنفذون الا بسلطان، شما نمیتونین این کار انجام بدین، یعنی از اقطار از مدارهای آسمان بالا برین مگر اینکه با سلطان. سلطان چی است؟ سلطان یعنی قوه، قدرت، انرژی. همین قوه و قدرت و انرژی که خداوند بیان میکنه. شما اگر امروز ببینید سفینه های فضایی که به فضا فرستاده میشن، هر کدام از اینها یک میزان بسیار زیادی انرژی رو مصرف میکنن. این سلطان یعنی سلطه، قدرت، توان، نیرو. یعنی شما باید از لحاظ علمی، از لحاظ انرژی، از لحاظ تکنولوژیک به قدرت و توان برسید تا بتونین بالا برید. یعنی شما اولا همینطور با سحر و جادو با این مسائل بالا رفتن نخواهید تونستین، ولی پیش بینی میکنن که شما یک روزی به طرف آسمان بالا خواهید رفت. خدمت شما عرض کنم که این وعده خداوند بود در مورد اینکه انسان با استفاده، یعنی با به دست آوردن سلطه و قدرت و توان و سلطه علمی میتونه این کار انجام بده. یوری گاگارین در 4 اکتبر 1957 اولین انسانی بود که به فضا رفت، یعنی وعده خداوند محقق شد. و بعد نیل آرمسترانگ اولین کسی بود که به کره ماه رفت در 20 ژوئیه 1969. بنابراین تصویر شماره 8 اگر به حساب دوستا نشان بدم، تو دانه دانه تصاویر میگم ان شاءالله که بیننده ها همون رو ببینن. سوخت بسیار زیاد، انرژی بسیار زیادی را سفینه ها استفاده میکنن. حتی یکی از سفینه ها رو من میخواندم میزان انرژی که مصرف میکنن و انرژی هسته‌ای که بر اثر سوخت هیدروژن یا هیدروژن استفاده میشه برابر با 5 میلیون بشکه نفت خام است. یعنی به اون اندازه باید یک انرژی رو مصرف کنه تا اینکه بتونه به حساب فضا بره. بنابراین در مسائل مختلف و موارد مختلفی که قرآن بیان میکنه، من خدمت شما عرض کنم میخوام یک نمونه دیگر رو بگم. اولا اینکه در مورد خورشید، در مورد خورشید سالها پندار همه بشر بر این بود، یعنی تقریبا 157 سال قبل از میلاد یک کسی به نام بطلیموس نظرش بر این بود که زمین مرکز عالم است. به این دلیل که هر شب میدید آسمان در حال تغییر هست. وقتی که آسمان در حال تغییر است تصور میکرد که خب حتما زمین مرکز عالم است و آسمان تغییر کرده میره و اشیا و کرات دیگر به دور زمین میچرخه. تا اینکه در سال 1543 کوپرنیک آمد این نظریه را نقض کرد، ولی از ترس کلیسا این حرف خود بیان کردن نتونست، چون کلیسا به شدت معتقد بود که زمین مرکز عالم است و خورشید و دیگر سیارات دور زمین میچرخند. گرچه کوپرنیک مسئله کشف کرد اما از ترس کلیسا این نتونست بیان کنه، تا اینکه بعداً گالیله مسئله رو بیان کرد که البته به بهای جانش هم تمام شد. اما ای که تصویر شماره 3 اگر به حساب دوستان شما بتن، خورشید همگی امروز میدونیم که مرکز عالم و مرکز تمام سیارات است. بنابراین یک نکته بسیار جالبی در مورد خورشید در قرآن وجود داره.
این که شما حالا مثلا تصویری که مشاهده میکنید میبینید خورشید در مرکز عالم بسیار مثلا شیء نورانی و بزرگ و واکنش‌های شیمیایی که در داخل از او، واکنش‌های فیزیکی که در داخل از او اتفاق میفته و نورانی هست. خدمت شما عرض کنم یک نکته بسیار جالبی در قرآن در مورد خورشید وجود داره. این که میگه خورشید میگه و الشمس تجری لمستقر لها، خورشید حرکت میکنه در حالی که ثابت است. این حالت هم ثابت و هم حرکت یکی از نکات بسیار جالب و بسیار عجیب و غریب است در قرآن که حداقل با عقل انسان نمی گنجه. تصویر شماره 24 اگر ببینیم، شماره 24 شما هر چقدر فکر کنین یک شی چطور میتونه همزمان هم حرکت کنه و هم استاد باشه. علم امروز وقتی که بررسی کرده متوجه شده در حالی که خورشید مرکز منظومه شمسی هست، در مرکز منظومه شمسی با توجه به منظومه شمسی ثابت است. یعنی در بین منظومه شمسی جایش ثابت است، از جای خود تغییر نمیکنه. دیگه سیارات در مدارهای به دور زمین میچرخند. اما در فضای گسترده جهان به خاطر از اینکه مرکز منظومه شمسی هست به صورت منظومه های مختلف در حال حرکت هستند. شما اگر تصویر شماره 24 دوستا ببینن، تقریبا خورشید در طول هر روز 17,280,000 کیلومتر در حال حرکت هست خورشید. یعنی شما ببینید در ساعت چقدر میشه، تقسیم بر 24 کنید ببینید چه اندازه حرکت خورشید است. و جالبی است که شما تصویر شماره 24 خدمت دوست عرض کردم، 23 و 24 سرعت خورشید گفتم حدود 17 میلیون کیلومتر در روز خورشید حرکت میکنه. و از طرف دیگه هم قرآن بسیار جالب در مورد میگه و الشمس تجری، خورشید جریان داره، حرکت میکنه لمستقر لها، در حالی که یک استقراری در یک جایی داره. این خودش یکی از جنبه ها و اعجاز بسیار جالب قرآن است. از یک طرف دیگه حالا تصاویر اگر آماده نیست و دوستا نمایش ندادن، تصویر شماره 25 به می ترتیب ان شاء الله تصاویر پیش میریم. تصویر شماره بله به می ترتیب تا 30-40 پیش میریم. خب تصویر شماره 25 اگر دوستا ببینن میگه و السماء ذات الحبک، آسمانی که پر از راه ها هست. وقتی که شما سعی کنین میبینین که در آسمان تمام خورشید و ماه و تمام، حالا خورشید که ثابت هست، تمام سیارات در یک مدارهای میچرخند، یعنی یک راهی. ببینید راه به آنجایی میگن که بشر یا هر موجودی در او رفت آمد میکنه. وقتی که رفت آمد میکنه پس این میشه راه. سیارات مختلف در یک مدارهای چرخش میکنن، این چرخش از اینا به راه تشبیه شده. تصویر شماره 26 یک موضوع بسیار جالبی که از اعجاز بسیار قشنگ قرآن میگه و السماء ذات الرجع، آسمانی که خصلت بازگشت دهندگی داره. آسمان نزدیک به زمین میگه خصلت بازگشت دهندگی ازی بسیار یک نکته جالبی داره. شما ببینید تصویر شماره 26 اگر ببینید و تصویر شماره 27 همین خصلت بازگشت دهندگی زمینه که نشان میده. حالا در تصاویر بعدی شما میتونید مشاهده بکنید که زمین چندین لایه داره. توجه هستین چندین لایه داره. مثلا ببینید شما الان لایه ها رو مشاهده میکنید. تصویر شماره 27 اگر ببینید، تصویر شماره 28 لایه تروپوسفر که است. تروپوسفر کاری که انجام میده این است که امواج مخربی که از خارج از زمین از خورشید به سمت زمین سرازیر میشه، او امواج به سمت آسمان دوباره برمیگردانه. لایه بعدی تصویر شماره 29 لایه اوزون هست که در فاصله 25 کیلومتری از زمین وجود داره. بازگشت امواج مخربی که گفتیم لایه اوزون به طرف خارج انجام میده. تروپوسفر آبی که از زمین تبخیر میشه، این آب وقتی که به لایه تروپوسفر میره پس ایره به صورت باران به زمین برمیگردونه. تصویری که شما دوستا در حال مشاهده هستید لایه یونوسفر است. اینمی که شما امروز میتونین اینمی شبکه تلویزیونی در داخل خانه هایتان مشاهده بکنین، یا اینکه رادیوها رو امواجش دریافت کنین، یا اینکه شبکه‌های موبایل کار میکنه. به این خاطر است که امواجی که توسط آنتن‌ها در روی زمین پخش میشه در فضای زمین، در لایه‌ای که شما او را مشاهده میکنین اسمش یونوسفر هست برخورد میکنه و پس دوباره پخش میشه به تمام زمین برمیگرده. این خصلت بازگشت دهندگی آسمان. و همینطور نمونه های دیگه داره که حالا به دلیل نبود وقت از اینها میگذریم. تصویر شماره 30 اگر شما نگاه کنید ببینید کوه‌ها رو با این همه عظمت ما شما میبینیم، فکر میکنیم که اینها ثابت و یک جای ثابت ماندن، ولی آیه قرآن میگه که و ترى الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب. شما به کوه‌ها وقتی که نگاه میکنین تصور میکنین که اینها یک جای ثابت هستند در حالی که مانند ابر در حال حرکت هستند. تصویر بعدی تصویر شماره 32 اگر شما سعی کنین حرکت قاره ها، حرکت قسمت های مختلف زمین در طول تاریخ علم زمین شناسی این را ثابت کرده که زمین در حال حرکت است. و جالبی است که شما بدانید که کوه ها، مخصوصا بزرگترین کوه و بلندترین کوهی که در دنیا وجود داره به نام حالا کوه اورست که در تقریبا سلسله کوههای هیمالیا است، قله اورست در سلسله کوههای هیمالیا، سالیانه 4 سانتی متر در حال حرکت است.
این 4 سانتی متر درست است که حالا برای ما یک چیز بسیار ساده است، اما شاید در طی 1000 سال 1 میلیون سال تفاوت بسیار زیادی را ایجاد کنه. همونطوری که شما ببینید حرکت قاره ها، مثلا قاره آمریکا وقتی که از قسمت اروپا و آسیا جدا شده، این حرکت های بسیار زیبا و جالبی بوده که در طول تاریخ اتفاق افتاده. میریم تصویر شماره 33 در مورد آهن. ببینید آهن تصاویرش هم حالا چند لحظه‌ای نمایش داده شد. در سوره‌ای داریم به نام حدید، یعنی آهن. بعد جالب است که در یکی از آیات از این سوره می‌فرماید و انزلنا الحدید، و ما آهن را نازل کردیم. علم شیمی و علم زمین شناسی، علم فضانوردی وقتی که این تحقیق و بررسی میکنه میبینه آهن در هسته زمین که وجود داره، اولی که آهن قابل دسترس نیست، زمانی که زمین هسته داغی بوده آهن به زمین وارد شده. اما در آهنی که امروز ما از او استفاده میکنیم ببین آیه میگه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، ما آهن را نازل کردیم در حالی که قدرت و نیروی بسیار زیادی در او وجود داره و برای مردم منافع زیادی هم داره. شما عملا میبینید امروز آهن چقدر در زندگی ما کاربرد داره. و اما از طرف دیگه وقتی که آهن یک عنصر فوق سنگین است، عدد اتمی از او 26 هست در جدول تناوبی عناصر، نمیتونه در زمین تشکیل شده باشه. پس تصاویر ادامه از او، اگر ادامه از او رو ببینیم، تصویر 34 35 و 36 و 37 و 38 این تصاویر به مرور اگر نشان داده شود مکانهایی در روی زمین که شهاب سنگ‌های بزرگ و عظیم الجثه آهن به زمین برخورد کرده را بیننده‌ها میتونن مشاهده بکنن. یعنی به راستی هم علم ثابت کرد که امروز آهن در زمین وجود نداشته و از انفجار و تکه تکه شدن سیاره‌های بسیار بزرگ این به وجود آمده، در هسته سیاره‌های فوق سنگین تشکیل شده و بعد به صورت شهاب سنگ وارد زمین شده. جالبی است که شما وقتی کلمه حدید را که در قرآن آمده و انزلنا الحدید به دقت اشاره میکنه، اگر کلمه حدید را در حروف ابجد بگذاریم، عددی که کلمه حدید به دست میاد 26 است و دقیقاً عدد اتمی از در جدول تناوبی عناصر علم کیمیا هست. اگر شما الحدید در حروف ابجد قرار بدین میشه 57 و عدد جرمی از او که با دقیق ترین میکروسکوپ های امروزی در قرن 20 اندازه گیری شده و دقیقاً قرآن او را بیان میکنه. و اما تصویر آخری را با دلیل نبود وقت، حالا از تقریبا 40 مورد را که من یادداشت کرده بودم به عنوان گلچین، اما تصویر آخر تصویر شماره 40 است. این نمونه ها را که حالا هفته‌های قبل هم عرض کردیم و امروز هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض کردیم، هدف از این چی است؟ در ابتدای سخنان خدمت شما عرض کردم که چرا قرآن اینها را بیان میکنه. صرفا نمیخواد برای ما داستان بگه، نمیخواد برای ما چیزایی را که علم بعداً ثابت میکنه ما بگیم که این در قرآن هم بود. قرآن این را به عنوان یک کدهایی، به عنوان یک سیگنال هایی به ما نشان میده، یعنی شما با یک دید دیگری وارد قرآن شوید. مثلا اگر فرصت می بود من نمونه رو بر شما میگفتم که قرآن با یک دقت بسیار زیادی در باطنش، با یک رمزگذاری بسیار عالی، طوفان های سطح کره مریخ را برای ما بیان میکنه. بنابراین دوستا و برادرها و خواهران عزیز این نکته را دقت داشته باشین که آنچه در قرآن آمده ای است که شما را راهنمایی کنه به یک سمتی که باید یک هدف و یک مسیر برای زندگی پیدا کنین، نه اینکه صرفا ببینین و بهبه و چهچه کنین و گفته کنه که از یک چیز خوشحال شوین از یک چیز ناراحت شوین. پس افلا یتدبرون القرآن، در قرآن فکر کنید. ولو کان من عند غیر الله، اگر از جانب غیر از خداوند می بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در او بسیار اختلافات و ناهمگونی های زیادی را شما پیدا می‌کنید. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عزیزی هستین که تشریف آوردین.